آجی صاحب هم وقتی نماز هم یک نماز بخوانیم دیگه آجی کنان هم که وضو میگیره. یک قسمت آمده امروز یک از دوستا به نام نظام الدین سید نظام الدین دیگه مو دره رو نابلدیم خب نابلدیم تا اینه میجره میرقم از طریق جی پی اس پیدا کردیم دیگه بعضی توضیحات میده که از این با بالاتر چی هست چینیه بالاتر بریم جای دینی تر از از این بالاتر بر یک کوچه این طرف در رو به نام کوچه نانوا میگه باز یک کوچه دیگه در به نام محلیش کوچه خرس میگه بازی در دو طرف داره دو جای رفته یک جای منطقه پایین به نام کشکک میگه یک جای دیگه به نام منطقه راه جدا میشه راه جدا میشه یه قسمت از بالای درم گفتم برا درک بر آخرش یک قسمت چهارتر میشه باز دو قسمت دو طرف درک جای رفته بازی جایش برای منطقه خودم پرجک تا میشه پرجک پرجک باز دیگه قسمت در بر از بالاتر یک قسمت به نام کوچه یامه میگه باز اینجا یک راه داره طرف جای بالا شه باز بالاتر بر قسمت که اون سنگی می بعضی دوستا تا قسمت مره مگه درای زیاد سخت میشه در صورت که از بالاتر بره هم دره وار می باز بالاتر یک آبشار بسیار خوب است او آبشار بسیار جای دیدنی تره دیگه آبشار از بالای کوه بسیار اینفیر که این ارتفاع داره از بالای کوه او می پایین این از بالا از بالا دیگه دو طرف راه داره هم میتون دیگه جای بال هم میتون دیگه جای بال شه بسیار از اون با سربلا بر بسیار راست دیگه گو افتر راز یا ترش باشه دیگه در آخر خیلی راست دیگه یعنی آخر کردن از این دره بسیار مشکل دیگه کسایی که بر تفریح میه تو هر جایی که زورش کشید مره دیگه کسی که زور داره توان داره میره دیگه این دره باز بعضی از کسایی که برای تفریح میه برای شو بوده باش نام دارن ندارن مشکل نداره بعضی کسایی که مثلا خیمه سیار میارن تو چیزای ضروری داره میاره کسایی که توانی داشته میره اون قسمت که اواری زیاد داره باز این شهر میشینه و شو برای شو هم اینجا مردم تیاری خود میگیره خیمه خود میره شو خیمه میشینن مردم کسایی که علاقه داره که آب و هوای تازه و صاف میخواه میشینه بسیار خودت دیگه دم اینجا مالا میری برای شریدن اینا مالا ما اون قسمت ما این مالا رو دیدیم گفتیم که صاحب از کجایه از اینجا دیدیم که خودت این ششته دیگه از دوست عزیز که یک اجازه میگرفتیم که ویدیو بگیریم در مورد از دره یک معلومات بسیار خوب بر از ما داد دیگه ما میگفتیم که شاید تا می قسمت بشینیم همینجا یک نان خدا بخوریم یک نماز بخوانیم پس بریم دیگه آقا صاحب نظام الدین میگه که اینجا فعلا آغازشه دیگه از این طرف که طرف بالا که بریم بسیار یک آبشار قشنگ بسیار یک آبشار مقبول است اینجا میگه که اواری هم است کسی که میخواد خیمه بزنه شو بود و باش کنه بسیار یک جای دیدنی یک جای بسیار هم تو واقعا اینی دست نخورده دیگه تقریبا خیر ببین آقا صاحب چی خدمت کنم